حالا که غذاهای مفید رو معرفی کردیم، باید ببینیم چه غذاهای مضر برای کبد چربی. ما یک سری پرهیزا داریم و یک سری بایدها. حالا می‌خوایم بریم سراغ پرهیزای مواد غذایی، ببینیم چیا هست. مورد اول فست‌فودها، سرخ کردنی‌ها و مواد غذایی فرآوری شده مثل سوسیس و کالباسن. اینها به دلیل داشتن اسید چرب اشباع یا ترانس باعث ایجاد انواع بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین ایجاد کبد چرب میشن. مورد بعدی مصرف نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های شیرین گازدار هست. اینها به دلیل قند بالایی که دارن و اون قندی هم که دارن بیشتر فروکتوز، یعنی 80-90% مواقع اون فروکتوز هستش که به شدت برای بدن مضره، به خاطر اینکه کبد واقعا نمیدونه این فروکتوز رو چجوری تبدیل به انرژی کنه و اون رو تبدیل به چربی میکنه و توی پهلوها و در واقع باسن و جای نواحی مختلف شکم اون رو ذخیره میکنه. مهمترین حالتی که فروکتوز برای بدن ایجاد میکنه همین تبدیل شدنش به چربی هست که به صورت چربی میاد و تولید انرژی برای ما میکنه. منتها چون این حجمش خیلی بالا هست، توی یک لیوان شاید نصفش تقریبا شکر باشه، توی یک لیوان نوشابه. این باعث میشه که این حجم قند بالا هم یه جور مقاومت به انسولین ایجاد کنه، هم یه جور چاقی برای ما ایجاد کنه. هر گونه کیک صنعتی، شیرینی و چیزهایی که ماندگاری بالایی دارن و شما تو سوپرمارکت ها میتونید این مورد رو پیدا کنید، اینها هم به دلیل حجم قند بالایی که دارن و عمدتاً به خاطر اینکه گلوکوز توش استفاده نمیشه و قندهای ارزانتری مثل فروکتوز توش استفاده میشه، باعث ایجاد چاقی و به تبع اون کبد چرب میشه. اگر شما از اون دسته افرادی هستین که خیلی برنج استفاده میکنن یا نه توی نونشون آرد سفید مثل بربری، مثل لواش، تافتون اینها استفاده میکنن، بهت بگم که شما هم در معرض ایجاد کبد چرب هستید. چرا؟ چون برنجی که توی ایران به صورت رایج و معمول استفاده میشه برنجی که سبوسش گرفته شده و برنجی که سبوسش گرفته بشه شاخص گلایسمیک بالایی داره، نزدیک 77%. این شاخص گلایسمیک یعنی چی؟ یعنی من اگر 100 گرم برنج بخورم 77 گرمش تبدیل به قند میشه توی بدن من و اون قنده هم دوباره کار همون شیرین کننده مصنوعی. چیکار کنم که این قند وارد بدن من نشه؟ یا باید کمتر برنج استفاده کنم یا همراه برنج بیام فیبر استفاده کنم، مثلا سبزی و سالاد و اینجور داستانا که یک بخشی از اون قندش باند بشه به اون فیبر و دفع بشه و جذب بدن من نشه. اینجوری هم برنج رو خوردم، هم برنج باعث جذب نشدن میشه. یه باور غلط نسبت به کبد چرب اینه که فرد میاد میگه که خب آقای دکتر من خیلی میوه مصرف میکنم، مثلا انواع اقسام توفا، انواع اقسام میوه شیرین مثل زردآلو، هلو یا مثلا حتی هندوونه، میگه من خیلی مصرف میکنم این میوه های قندی و شیرین رو، چرا من دچار کبد چرب شدم؟ یکی از علتهای کبد چرب مصرف همین میوه هایی که قندشون بسیار بالا هستن میتونه باشه. اگر شما هم جز این دسته افرادی که دچار این خطای شناختی شدی که فکر میکنی چون میوه داری مصرف کنی نباید دچار کبد چرب بشه، باید بگم سخت در اشتباهی، به خاطر اینکه توی میوه هم قند فروکتوز وجود داره و این قند فروکتوز تا یه حدی برای ما مفیده. اگر این فروکتوز با اون فیبر میوه استفاده بشه، خب حجم قابل توجهش دفع میشه بدن و جذب نمیشه. اما اگه شما بیاید مثلا همون آب میوهش کنی، مثلا فرض همون هویج رو بیای آب هویج بخوری، دیگه اون فیبر جذب نمیشه و اون فیبر و اون قنده باعث کبد چربت میشه. اون قنده یعنی فروکتوزه میره و داخل کبد به صورت چربی در میاد و کبد چرب رو برات ایجاد. مورد بعدی روغن‌های صنعتی هستن. روغن‌های صنعتی مثل همین روغن‌های آفتابگردونی که تو بازار رایجن و قیمتاش نسبت به روغن زیتون خیلی پایین‌تر. این روغن‌ها هم به خاطر اینکه حالت فرآیندهای صنعتی توش اتفاق میفته عمدتاً مضرن برای سلامتی و ایجاد کبد چرب میکنن. درسته که اون روغن مثل روغنای جامد داره اسید چرب اشباع نیستن، اما اوضاع اونها هم از نظر سلامتی اوضاع جالبی نیست و باعث ایجاد کبد چرب میشه. مورد بعدی مصرف الکل است. کسایی که الکل مصرف میکنن بدونن که فرایند هضم و جذب چربی داخل کبد مختل میشه. در واقع جذب که توی روده ها اتفاق میفته و اون مولکولای چربی وارد کبد که میشن، باید تعیین تکلیف شن که چه اتفاقی براشون بیفته. شما موقعی که الکل میخورین کل کبد و اون
به اصطلاح تمام سلولا بسیج میشن که اون الکل رو سمزدایی کنن و دفع کنن از بدنتون و باعث ایجاد تجمع روی چربی داخل سلول کبدتون میشه. پس کسایی که الکل مصرف میکنن بدونن که بیشتر در معرض کبد چرب هستن. مورد بعدی سس ها و طعم دهنده های آماده هستند که اینها هم به دلیل قند بالا و نیترات و مواد نگهدارنده که دارن عمدتاً برای کبد چرب مضر. مورد بعدی همه غذاهایی که مثل ساندویچ آماده داخل سوپرمارکت ها، اینها به خاطر اینکه فرایند تولیدشون تا به دست مصرف کننده برسه معمولا بیشتر از 1 هفته 10 روز طول میکشه و حالا تا بیاد به دست مصرف کننده برسه مثلا حالا تو فروشگاه هم ممکنه 2 هفته بمونه 3 هفته بمونه، اینها عمدتاً دارای نیترات بسیار بالا و مواد نگهدارنده زیادی هستن. سعی کنید اگر حالا دنبال میان وعده هستید که سالم باشه و حالا دچار کبد چرب هستید، سراغ اینجور غذاها نرید. شما حتی نون خالی هم بخواید مصرف کنید، بری از یک والا یه نونی بگیرید با یه پنیر استفاده کنید، خیلی بهتر از اینها هستن. درسته شاید حالا یه طعم خیلی خوبی داشته باشن، اما نیترات بسیار بالایی که دارن باعث آسیب به کبدتون میشه و خیلی فرق آنچنانی با هم غذای فست فودی و گوشت فرآوری شده نداره. این لیست شامل لیست پرهیزهایی بود که شما باید توی برنامه غذاییتون داشته باشید و از این مصرف این مواد اجتناب کنید. اگر کبد چرب گرید 3 و 4 دارید که کامل ممنوعه، ولی اگر 1 و 2 دارید حالا سعی کنید که مثلا اگر به فرض هفته 1 بار فست فود مصرف میکنید اینو بکنید حداقل 2 ماه 3 ماه که دچار کبد چرب نشید و این گرید کبد چربتون بالاتر نره. اگر سوالی داشتی بر من تو این پایین کامنت کن، من حتما پاسخش رو برات میذارم که هم دیگران استفاده کنن هم خودت به جواب سوالت رسیده باشی. تا ویدیو بعدی خدا یار نگهدار.